سرخط مهمترین خبرها: در راه دوشنبه خوجند 4 نفر زیر ترمه جان باختند. بازداشت پلکونیک تاجیک با گمان قلابی و امریکا گفت چین به روسیه سلاح داده نیست. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 27 فوریه است. ترمه در عقبه شهرستان در راه دوشنبه چناق 4 نفر را کشته است. به اطلاع شرکت اینوویتد راوت سولوشنز که مسئول نگهبانی راه بوده از رانندگان مبلغ میگیرد، حادثه در کیلومتر 157 راه دوشنبه چناق رخ داده است. به اطلاع این شرکت 3 نفر در جای حادثه و 1 نفر در بیمارخانه جان باختند. 1 مسافر دیگر را در بیمارخانه ناحیه شهرستان بستری کردند. جزئیات حادثه و شخصیت افراد فوتیده فعلا معلوم نیست. بینندگان عزیز، اگر شما درباره قربانیان معلوماتی دارید می توانید به ما نویسید. در پی فرآمدن ترمه رفتار در راه سمت دوشنبه خوجند روز 26 فوریه محدود شده بود و تنها نیمه شب گذشته راه را گشودند. زمستان امسال در تاجیکستان برف کم سابقه بارید و ترمه ها جان چندین نفر را گرفت. از جمله سنه 15 فوریه 1 راننده در همین راه دوشنبه چناق زیر ترمه مانده جانش را از دست داد. اینچنین ترمه در 1 ماه اخیر جان قریب 20 ساکن شهر خوروغ و ناحیه ونج را گرفت. مقامات از ساکنان خواستند که در روزهای برف و بارانگری به ضرورت سفر نکنند. نادر مرادزاده، سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشآور در ولایت ختلان، با اتهام قلابی و تلاش گرفتن پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. منابع رادیوی آزادی در این آژانسی و دادستانی روز 26 فوریه گفتند که نادر مرادزاده روز 10 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات رسما حادثه را شرح نمیدهند، ولی به گفته همصحبتان رادیوی آزادی، پلکونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150,000 سامانی عیبدار می شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کادکس جنایتی یعنی قلابی به مقدار مخصوصاً کلان عیبدار می شود. نظر نادر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیردستش را کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات تفتیشاتی گفت که نادر مرادزاده در همکاری با کارمندان کمیته امنیت ملی در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت می‌کند و تفتیش پرونده آن را به دوش می‌گیرد، ولی برخلاف دلیل‌ها تلاش می‌کند تا او را از جوابگری رها سازد یا جرمش را کمتر نشان دهد. حالا نادر مرادزاده در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در دوشنبه نگهداری می شود. عیبی که نسبت به او اعلان شده است از 94,000 سامانی تا بیش از 140,000 سامانی جریمه و یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها می شوند، از جمله شفقت بابازاده وزیر پیشین صنعت و رئیس سابق آژانسی صادرات که به قلابی در حجم مخصوصاً کلان گمانبر می شد با پرداخت 128,000 سامانی جریمه به آزادی برآمده بود. مقامات آمریکایی گفتند چین تصمیم دارد بر روسیه برای جنگش در اوکراین سلاح دهد، ولی هنوز قرار نهایی قبول نکرده است. ویلیام بیارنز، دیرکتور خدمات اکتشافی آمریکا یا سرئو، در صحبت با تلویزیون CBS نیوز گفته است استخبارات ایالات متحده به اطلاع دست یافته است که چین احتمال دادن سلاح بر روسیه را بررسی دارد. از این پیش رسانه‌های معروف غربی درباره تصمیم چین خبر داده بودند. انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجه آمریکا، هفته گذشته گفت اگر چنین قدمی گذاشته شود برای چین عاقبت‌های ناخوب خواهد داشت. به قول ویلیام بیارنز، دیرکتور خدمات اکتشافی آمریکا، حالا دلیل ندارند که چین به روسیه سلاح داده است، ولی آمریکا از حال و از چین طلب دارد که چنین کار نکند. کشورهای غربی وعده دادند که در صورت دادن سلاح به روسیه نسبت پکین تحریم ها اعلام میکنند. چین که درآمد بیشترش از حساب صادرات مال و محصولات است، اگر تحریم اقتصادی شود زیان میبیند. پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین، همکاری های چین با بلاروس بیشتر شده است. بلاروس به نوعی از جنگ روسیه در اوکراین پشتیبانی میکند. مقامداران کشورهای غربی تخمین میکنند که احتمالاً چین از طریق بلاروس به روسیه تجهیزات نظامی بدهد. از تجاوز روسیه به خاک اوکراین بیش از 1 سال میگذرد. هنگام آتشباران دهه، کلاودیا ایوانونا به سربازان اوکراینی در خانه‌اش پناهگاه داد. او به آنها غذا آماده کرده، جای شستشو و خواب فراهم می‌آورد. فرزند این خانم 67 ساله مقیم ولایت میکولایو اوکراین بر اثر آتشباران روسیه کشته شده است. کلاودیا ایوانونا هر روز برای سربازان اوکراینی نوبدار در پاسگاه‌ها غذا می‌رساند.
گزارش نوبتی ما در همین باره است. خانم مپد سوار به سربازان اوکراینی غذا و سرپناه فراهم می آورد. پسر کلاودیا ایوانونا با آتش موشک روسیه کشته شده است. او میگوید اکنون هر سرباز اوکراینی برایش مثل فرزند است. با جای یک فرزند اکنون 100 تا 50 تا 200 تا فرزند دارم. من آنها رو حساب نکردم. فکر میکنم اگر پسرم زنده می بود این کارم را قدردانی میکرد. کلاودیا ایوانونا برای سربازانی که در نزد خانه‌اش مستقر می باشند غذا آماده می کند. من борщ پختم. گوشتی زیاد دارد. اینجا کتلت هم هست. با اون پیوره کارتوشکا و سالاد همراه میکنم. До котлет будуть пюрешка і буде салат. ما غذا را با مپد بار کرده به پستگاه میبریم. بچه‌ها نباید گرسنه باشند. هوا سرد است. Бо вони ж там стоять. در خانه کلاودیا ایوانونا برای سربازان اوکراینی نیازمند استراحت دائما باز است. او یگانه ساکن این کوچه است که خانه‌اش را ترک نکرد. او به ما سرپناه، آب و مکان شستشوی را نشان داد. او همه مشکل‌های ما را حل کرد. صرف نظر از آتش باران پیوسته کلاودیا ایوانونا از دیه بیرون نشد. به غیر از 2-3 نفری که کمک کرده میتوانند دیگران از اینجا رفتند. ما در زیر بمب ها به سر میبردیم. از فرانسه و دانیا ریزاکاران آمده بودند. آنها میگفتند شما نمیترسید؟ شما باید به جای امن روید. کجا روم من؟ فرزندانم اینجا هستند. چه خیلی من آنها را پرتافته میتوانم؟ من تا قطره آخرین خونم با آنها خواهم بود. این خانم ناترس خودش غذا را به پاسگاه انتقال میدهد. با اونجا با مپدم میروم. آنها گوشت، کتلت، شیرینی و شیرکدو میخواهند. А ще й хочуть гарбузової каші з молоком. У мене хазяйство, курі, качки, хлопці. Поки вони не приїдуть. من در خواجگیم مرغ و اردک دارم. منتظر میشوم به خانه آیند. آنها را حساب میکنم، آب و نان میدهم و بعد از آن آرام میشوم. حاضر نزد سربازان میروم. Коли вже я це все зробила, тоді вже я спокійна. Ну ладно, я поїхала до своїх пацанів. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 فوریه را فرا میگیرد. در اوج نابسامانی‌های سیاسی در روسیه پادشاهی و بازداشته شدن کاری دومه دولتی روز 27 فوریه سال 1917 کارگران و سربازان شورشی مجلسگاه دومه را اشغال کردند و کمیته موقتی دومه دولتی تأسیس شد. نیکولای دو از تخت دست کشید و حکومت موقتی تأسیس شد. ماه مارس سال 1917 حکومت موقتی مستقلیت امارت بخارا را تصدیق کرد. حکومت موقت نیم سال تا انقلاب بلشویکی عمر دید. 27 فوریه سال 2013 پارلمان تاجیکستان قانون درباره گروخانه یا لامبارد را تصویب کرد که معامله‌های پولی را در این مؤسسه‌های تجارتی تنظیم می‌کند. با سنگین‌تر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی احتیاج ساکنان به خدمات لامباردها افزایش یافت، چون در حالت تنگدستی از راهی به گرو ماندن مال و اشیای گرانبها مشتری‌ها می‌توانند مبلغ قرضه به دست آورند. 27 فوریه سال 1941 ادبیاتشناس معروف عبدالنبی ستارزاده تولد شده است که در تحقیق و معرفی آثار کلاسیکان و تربیت شاگردان در دانشگاه ملی تاجیکستان نقش مهمی بازیده است. سالهای 1980 به سیاست هم گروید. از مؤسسان حزب دموکراتی تاجیکستان بود و بعد ختم جنگ شهروندی در کمیسیون آشتی ملی و مقام معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. خودش گفته است کسانی که در ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر کار میکنند از سیاست دور رفتن نمیتوانند. بالاروی قرب دلار در تاجیکستان همچنان ادامه دارد. صبح 27 فوریه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی تا 1090 سوم ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد به 143-144 سوم برابر است. این قرب میتواند دوام روز باز پست و بلند شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که تا آخر ما را پیگیری کردید. برایتان هفته با برار آرزو داریم.